حسین خداست یا بنده او تعالی؟ در یمین عرش نوشته است ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات. او در آسمان ها و زمین زینته، اما در عرش مصباح الهداست، در عرش سفینة النجاته. فلسفه چیه؟ سر مطلب رو باید پیدا کرد. سر مطلب بینندگان ارجمند، از سخنان آیت الله العظمی وحید خراسانی تعجب نکنید که بدون دلیل حرف میزند، زیرا این عادت دیرینه ایشان و همفکرانش می باشد. ایشان با این گفته‌اش که حسین رضی الله عنه در عرش کشتی نجات است، فلسفه چیه؟ سر مطلب رو باید پیدا کرد. گویا می‌خواهد نعوذ بالله شراکت در الوهیت الله متعال را برای ایشان یعنی حسین رضی الله عنه ثابت کند، در صورتی که الله متعال می‌فرماید لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اگر در آسمانها و زمین معبود و الهی دیگر می بود، یقینا فساد رخ می داد. پس الله متعال صاحب عرش پاک و منزه است از آنچه اینان یعنی مشرکین می گویند.